یه عده‌ای خیال میکنن اثبات تشیع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنت و دیگران هی بنا کنن بد و بیراه گفتن. نه، این خلاف سیره ائمه است. اینی که شما میبینید رادیوهایی یا تلویزیونهایی در دنیای اسلام به وجود میاد که کارش این است که به عنوان شیعه، به نام شیعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقیه فرق اسلامی بدگویی کنند. معلومه این بودجه خزانه‌داری انگلیسه، این شیعه انگلیسی است. وقتی شما بد و بیرا گفتید، او یک حصاری دورش کشیده میشه از عصبانیت، از احساسات. او دیگه حرف حق هم براش قابل تحمل نیست. ما حرف حسابی خیلی داریم، حرف منطقی خیلی داریم، حرفایی که هر کسی که صاحب فکر است اگر بشنود اونها را قبول میکنه خیلی داریم. بگذارید این حرفا شنیده بشه.